جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرمایند سه چیز را فرمان میتن که سه کار را یک کسی بکنه داخل جنت می شود. چی کار هست؟ من اکل طیبا، یک کسی که غذا و روزی پاک و حلال را می خوره. ما و شما در ارتباط بر کسب روزی حلال یک جمعه بحث داشتیم. یک کسی که روزی حلال را می خورد و دوم و عمل فی سنت من را عمل می کند. اول غذای حلال، دوم سنت جناب محمد رسول الله علیه السلام را اگر عمل بکند، و سوم و امن الناس بوائقه، مردم هم از آزار و اذیت از این مسلمان در امن باشند. سه کار شد. چی کار میشه؟ یک کسی روزی حلال بخوره، سنت رسول الله علیه السلام را عملی بکنه، و سوم کار مردم در امن باشن از آزار و اذیت از این مسلمان. دخل الجنه، پیامبر علیه السلام می فرماید که داخل جنت می شود.